لایف میگذاری اما نفر بگه بیا کار خلاص کن، تو کار خلاص نمیکنی. این کارا زدم برای خود ضربه زدم، خلاص دیگه کاری نشد. بس چه برای خود بی خونه شدم، به کانادا بی پول هستم، $1 ندارم. من نمیام پیش شما گریه نمیکنم برادر، به من $1. من پیغمبر خدا خور میگم، من میگم به کانادا شکم مسیر خیره برادر، خدا رو شکر گزاریم. اما خیلی خرابی‌ها ضربه خوردم، من خودم برای خود زدم ضربه. نمیفهمیدم، موتر داشتم از دست دادم، موتر دیگه دولت برد گفت پولش نمیدی میبریم. کردیت کارت قرضدار شدم، به من خیلی چانس دادن، گفتن بیا کردیت کارت خود میتونی باز جور کنی. نتونستم. هر کاری کردم چون تیک تاک کاری کرد که من باید بیام لایف. من تیک تاک ملاقات نمیکنم، من خودم مغزم بهتره گفتم باشه بیام لایف بیام. بیننده زیاد شد خودم و من امروز کار نمیرم لایف بیام. من بعضی روزا این روزا من از خواب بیدار میشم میگم لایف بریم، میگم بیا که بریم لایف، چون کار دیگه نمیکنم، بیکار شدم. حالی که املس شدم، حالی چیکار کنم برادر؟ تو به من بگو. من روزایی که کار داشتم لایف می اومدم، اما از کار خو میزدم میگفتم باشه لایف بیام. حالی که املس شدم، بی خانه شدم، حالی لایف بیام یا نیام فایده داره. چی بگی برادر؟ خب خیر باشه، خیر باشه. بازم تشکر که داخل لایف بودیم، لایک کردیم. تانک یو آل. طلبت باشی برای لذیذ، ان شاء الله طلبت باشی برای لذیذ. ما برام دیگه نفرم کم شد، بیاز بریم خوشنده. خیر است. انا میت کارا میگم نفر که زیاد باشه دلتون ما بشینی، نفر کم بشه میگه میری خواب میشه. بعض وقتا میده من میرم خواب میشم، ولی ساعتم 6 بجه میشه. مونده شدیم 2 ساعت لایف هم پی کنم، کامل لایف بدم. این روز خیر است خلاصه.